Алло, ты где? Угу. Ҳамҷои ҳарӯза биё, ки ҷое ки гум шидӣ ку, рафтӣ, нест шудӣ. Биё, тест кун. آمدم شو ترمزش هم خفایانه هم خیلی بدهی Хава. السلام علیکم Валейкум. چه سازی تیجی جون Соз? Это что такое? ایرا ناو گرفتم و پول دادی کو بیزنس کردیسم بیزنس گفتم که ایرا میفروشم نصیب باشه بنزینیش میگیرم موتورسیکلی بعد بیزنس کردیسم بیزنس میگیرم بعد ماشین میگیرم بعد تاکسی میگیرم تاکسی میزنم قرضی تر گفتم میتیم Какой карс? Какой бензин? آخه Какой бензин? Ты тебе деньги на что дала? آخه о я ти деньги ти мне нашла Сколько стоит? он недолго Карс когда вернешь? ها Карс когда вернешь? قرض رو سیگا با که گفتم میتیم تا قرض میتیم گفتم کجا همین قرض شما رو من خودم میتیم نصیب باشه از ما یک فکر دا اومدم همین سر خونه برام اومدم یک فکر دا اومدم گفتم که اگر شما راضی باشه یک شما داد Ты хочешь, чтобы я твоей женой стала? Знаешь, сколько я этого ждала? Я буду счастлива. Я буду занята. نه اومینه جینه هست Какая жена и газ? امیر ای خونه ای زنم گرفتم گفتم جای قرضم ده حساب کنی دادا جان رحمت برای آمدگیتان بچه‌م آخر من تو اوچتم اومدگی و خریدت یاد کردم یاد کردی اوچت یاد کردی من میدونم زن تام یاد کردی آخر گوش کن بچه‌م همون بلیط ما خودمون میگرفتیم تو ای کجا بلیط گرفتی یا از اون کس قرض نگرفتی نه دادا جان با تلفن بلیط گرفتیم چخیه با تلفن با واتساپ اویاکا شاهنوزه زنگ زدیم نوشتیم سری وقت بلیط گرفتیم خیسیم اومدیم بلیط‌های ارزون باوری نکنی اویاکا شاهنوزه ای دوستانی عزیز اویاکا شاهنوزه با مراجعت کنید و فرزندان پریشان نباشید همشون خدا اگر خواهد صحت سلامت رسیده میآیند بله ای وای بین اوچت بین اومده است ماشین درش محکم کن زمان رنجیده ای صیاد هوشیمند که خواهد شد اوتا اوتا لبای اما شما رو چند بار گفتم که همین کار رو نکنین آخه 87 رفتید بدرو خونه یا چای کود زده دام بگی آخه و یا کسی میرم میارم میگیره خلمچک میکنن درخت را بچه ما یگون تر نمیمونم که دست شدنی نی حالا ایما برسونه آخه نمی اولی مردم میفهمه میبینه با مرا چی میگه میگه که ربی بچهش از صاحبکار نامدار صاحبکار موفق اوتاش کار کرده عیب نیست ما میدونی قدی درخت صحبت کرده سم این درخت مای دهک بودن که من شنونم قدشون انمیت صحبت کرده یور نوزش کرده کلام کردم این کار نیست بچه می این چی من زور نمیآید حالی همکاری من میآید میبینه با من چی بگم خیلی بگو که یا مردی کار رای سعدی جون سعدی جون لبای آخه متریالیست ها میگفتن که میمون با واسطه این کار آدم شده значит کار نکنی آدم میمون میشه سلام علیکم سلام علیکم مقیم جان اکر از شما نه سلامتی آن رحمت صحبت کنیم ماشین نه خونه مرا ندارم نه بیاین اکر جان مرا خیر شما دی کارو چی خیلی گذشت کارو بسیار نرم خب اما آخرین وگانی که فرستادن بچه‌های شما قبول نکردن قبول کردن نه قبول کردن من زنگ زدم دفتری ما ده حسابات آمده است که قبول نکردگی نه کردن من زنگ زدم خیال بشینین مرا رحمت اکنون من همین چیزا مصلحت کنیم گفتم اومدم اكو سعدی جان این کار کمتر فهمیدن در پولی مایده نیکو برادر مقیم جان اکا هر دمون علایده بعد ایسو کتو میکنیم کیه وای مردی کار اکی مقیم جان قهوه بیارم یا که چای کبود یا چای سیاه تشویش نکشید خیر وای خیر قهوه خب یک دقیقه خیر مانده نباشد رحمت بچه جون ای قند زنید چند بار آمدید نه اکو
87 ده. بسیار همین سین و سالی بود بسیار نقص مویم خدا رساند. میبینم که دستتان گل این درختها این گلهای بسیار بزیب کردید. قند زنید انا شما درخت میفهمین ایز نچید. حواسم آمد بابی لبای خیر اکو مادامی که شما را مردی کار گفتن این یک روزه کارتان چند پول؟ خیر می 250 سامونی. 250 ها خب پگاه یک خانه به منم همین درخت و انگور رو دارم ده همونم رفته یک شکلش شروع کردید مالی میتونید پگاه رفته خیلی نصیب. چند پول میشه دمک جان؟ برای شما 600 سامونی. اما کی؟ برای این بچه 250 گفتید برای من 600 نفهمیدم. گوش کن ده آخی ما قطی مادری ای مگردم